صدای تیراندازی در ولایت کندوز افغانستان و نه چندان دور از مرز تاجیکستان به گوش تاجیکان هم میرسد. وضع در قندوز بسیار بد است. شفاخانه پر از بیماران و زخمیان است. پیشرفت طالبان در زمان است که خروج نیروهای آمریکا از افغانستان ادامه دارد و ماه سپتامبر پایان می‌یابد. طالبان تاکنون 60 ناحیه را گرفتند. همین مسئله روز سه‌شنبه در شورای امنیتی سازمان ملل بررسی شد. اکثر ناحیه‌های اشغال شده مرکزهای ولایت‌ها را محاصره می‌کنند. تخمین همین است که طالبان بعد ترک تمام نیروهای خارجی سعی می‌کنند مرکزهای ولایت‌ها را بگیرند. در این مصاحبه امرالله صالح معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان میگوید با رفتن نیروهای آمریکا باوری طالبان به خودشان زیاد شده است. آنها عقیده دارند که خارجیان را شکست دادند و اکنون نوبت نیروهای افغان رسیده است. یک مانع برای آمریکا پس میز مذاکرات آوردن طالبان است. همین مسئله را رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه با همتای افغانش اشرف غنی و رئیس شورای عالی صلح افغانستان عبدالله بررسی می‌کند. جزئیات را جیمز ساکی سخنگوی کاخ سفید شرح داد. شیوه های همکاری ها بررسی می شوند تا دیگر باره افغانستان به پناهگاه گروه های تروریستی که به سرزمین آمریکا تهدید می کنند مبدل نشوند. رونالد نیومن سفیر سابق آمریکا در کابل می گوید ملاقات روز جمعه رمزی ولی مهم است. همراه آمدن دکتر عبدالله و رئیس جمهور غنی مهم است. به عقیده من این یک علامت مهم و روشن وحدت است که کابل به آن سخت احتیاج دارد. امریکا که بعد از جنگ 20 ساله نیروهایش را از افغانستان میبرد به این کشور 226 میلیون دلار دیگر کمک بشری میرساند. به گفته سازمان ملل 18 میلیون نفر در این کشور محتاج و 5 میلیون کسی دیگر بی‌جا شدند.